اگه توی اروپا هستی و میخوای سرمایه گذاری رو از صفر شروع کنی، ترید رپوبلیک یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین راه هاست. در کمتر از چند دقیقه میتونی حساب باز کنی یا سرمایه گذاری رو شروع کنی و حتی روی پول نقد داخل حسابت سود دریافت کنی. ترید رپوبلیک یک نوبورکه و بانک آلمانیه با بیش از 10 میلیون کاربر توی اروپا است. باهاش میتونی سهام یا ETF بخری، ارز دیجیتال معامله کنی، سود روی پول نقد بگیری یا و حتی مثل یک حساب بانکی ازش استفاده کنی. و اما حالا بخش مهم و جذاب ویدیو ما، چطور سهام هدیه بگیری؟ برای اینکه سهام هدیه بهت تعلق بگیره حتما باید از لینک مخصوص زیر همین ویدیو ثبت نام کنین و بعد از باز شدن حساب اولین واریزی رو انجام بدین و باید خرید سهام یا ETF در کمتر از 21 روز رو داشته باشین. توی توضیحات این ویدیو 3 سهم پیشنهادی خودم رو برای خرید اولتون می‌نویسم. بعد از انجام این مراحل سهام هدیه به صورت خودکار به حسابتون اضافه میشه. و اما چطور حساب باز کنیم؟ کاری که باید اول انجام بدین اینه که روی لینک زیر همین ویدیو کلیک کنید. بعد از باز شدن صفحه ترید رپوبلیک روی دانلود بزنین. در اپلیکیشن شماره موبایل اروپاییتون رو وارد میکنین، کدی که SMS میاد رو میزنین، یک پین رو انتخاب میکنین. برای وارد کردن اطلاعات شخصیتون مثل اسم، آدرس، تاریخ تولدتون، ملیت و اشتراک آیدی باید دقیقاً مطابق با پاسپورت یا کارت اقامتتون باشه. برای تایید هویت خیلی ساده است. یک عکس از پاسپورت یا کارت اقامتتون و یک سلفی میگیرید و حساب شما فعال میشه. ویدیوهای بعدی ما رو هم دنبال کنید. قدم به قدم اطلاعات بیشتری بهتون میدم. هر سوالی داشتید توی کامنت ها بنویسید و برای حمایت از کانال لیبلویت لرنر لایک و سابسکرایب یادتون نره.